شاورم نه پایدار در کار کردن نمیتونیم بچه کا پاکت فروشی و به شک من کار چی کار میکنم کراچیوانی 11 سال شد که کتازی دیگه بسیار رنج میبریم، پول تداویش نداریم که ما یک طرف ببریم تداوی کنیم. در دکترها میبرم از یک معاینات سر از یک عکسش میگیرن 8000 12000 از ما میطلبن، ما تا 200 ندارم که ما ببرم میره معاینات کنم. دختره که منی خالتا سودا میکرد باید زیر موتر گرفته. پدرش مریض است، تبرکلوز 5-6 دفعه دوا میخوره، کار کردن نمیتونه، دستایشم تکلیف داره. خوب است خاله؟ خوب است بیاره کمکتان تشکر. دیگه ایجاد غریبی بیچارگی سر کل گیس میبینه که چقدر جای ما آواره بیچاره برق نداره و نداره، لای از باران میشه اشتکا بند میمونه بلای کل بغم روز روزگار پلاستیک کارتن میسوزانیم دیگه اینطوری زندگی پیش میره. چطور کنیم؟ خدا مشکلتان حل کن. چند تفلک داریم؟ تفلک هم 4 بچه 4 دختر. 4 تا بچه 4 تا دختر. و شاورتان کار میکنه؟ شاورم نه پایدار در کار کردن نمیتونیم بچه کا پاکت فروشی و به شک من کار چی کار میکنم کراچیوانی روز چند میاری خانه 120 ساعت 1.5 ساعت برابری زگلال یا راخنو میشه. مکتب رو میخوانی؟ صنف چند هستی؟ صنف 5 چند نمره هستی؟ 6. دوستان عزیز بیاین که خانواده را انشالله کمک کنیم. برنامه ما ادامه داره. ما فامیلایی را که سروی میکنیم شمارهشان کوشش میکنیم یادداشت کنیم، در صورتی که نداشته باشه انشالله ما یک پول ارتباطی خوب بین اینا و از یک میخواین اسپانسر کنه هستیم. میشه که مشکلات زندگیتون بشنویم؟ چند نفر هستین؟ چه کسایی سرپرست خانواده تون هست؟ ما خودم مادر 5 اولاد هستم. 2 تا دخترای ما، 3 تا بچه‌ای، یک تا بچه کم در شیر ما، یک تا 6 ساله است. یعنی بچه که ما میبینه این مریضی است، این تکلیف داره. ما خودم دیگه خانم خانه هستم، کدام کار و وظیفه ندارم. پدرشان کراچیوان است. دیگه بسیار زندگی ما هم تو در صفر دیگه قرار داره. قدر بیچاره هستیم، قدر ناتوان هستیم که تا نمیتونم از باج نمی 5 تا اولاد خودم برایم. این قدر زندگی ما ویران است. امی پدرش سرپرست خانه ما است، چون که شریعت خراب آمده، وضعیت دنیا خوبش نیست، بیکاری است، بیروزگاری است. کراچیوان است، میره کراچیوانی میکنه که 40 روپیه 50 روپیه 30 روپیه تا میایه. اینمی خانه را دیگه بسیار به یک مشکلات ما پیش میبریم. و این تفلک تان از تولد همینطور است؟ این تفلک ما از تولدم کم ذره بود و نبود، همیشه یک 4 ماهه که یک در بغلم بود که نموت مشکلات زور شده نه 11 سال شد که کتازی دیگه بسیار رنج میبریم، پول تداویش نداریم که ما یک طرف ببریم تداوی کنیم. در دکترها میبرم از یک معاینات سر از یک عکسش میگیرن 8000 12000 از ما میطلبن، ما تا 200 ندارم که ما ببرم میره معاینات کنم. خدا مشکلشان حل کن. جانم آرام باش خندم. خب دوستان عزیز، فامیلا و خانواده رو کمک و دستگیری کنیم. مثل برادر ما ایرکان که الله متعال به اینا اجر و پاداش بده، فامیل امروز اینا اسپانسر شدن و ما ای کاش بتانیم که خانواده های زیاد دیگر هم کمک کنیم، دستگیری کنیم و اسپانسر کنیم، دائمی اسپانسر کنیم. فراموش نکنین که کسی که مشکل یک خانواده را یا مشکل یک مسلمان حل میکنه، الله متعال مشکل از مشکلات اخروی او را حل می سازه. این رسالت و وظیفه ما است. هر زمان شما میتونین که در واقع رضایت الله متعال به سبب کمک و خیر و دستگیری به دست بیارین. بیادر خودم میرم اموجه پیش مکتب میشینم کسی کمک کنه، همیشه میرم میشینم. هر روز دیگه دختره که منی خالتا سودا میکرد باید زیر موتر گرفته. پدرش مریض است، تبرکلوز 5-6 دفعه دوا میخوره، کار کردن نمیتونه، دستایشم تکلیف داره. دیگه کارگر این بچه کلانم است یا مشتک از بیعقل. دیگه هیچ کسی نیستی تو که ما کمک کنه. خیر بینی بیادر. خب وای بچه کلان تمی است؟ بچه کلانم همیسته. خودت خالتا میفروختی؟ در کجا؟
چرایی حالا نمیری؟ نه موتر زد پای شده دیگه امروز موتر حالا موتر پای ما موتر زده شد دیگه. این دختره که از خودم هستیم خرج خانه دیگه 20,000 کرایه خانه سر ما چه خدا مشکلات اینا رو حل کنه. دوستان از این کار مشاهده بکنیم، انشالله بتونیم این فامیل اسپانسر کنیم انشالله. سلام علیکم.